توی فقط 48 ساعت سوریه دوباره به صحنه درگیری و آشوب تبدیل شده. 3 آتش‌بس پشت سر هم شکست خورده و اسرائیل هم با حملاتی گسترده چند هدف مهم رو توی دمشق زده. در کنار اینا گزارش‌هایی از اعدام، سربریدن و جنایت‌های وحشتناک منتشر شده. ماجرا از 11 جولای شروع شد. جاده دمشق به سویدا. یک گروه مسلح بدوی به یک کامیون حامل سبزیجات حمله میکنن، راننده رو میزنن و بار رو میدزدن. فرداش گروه‌های دو روزی در واکنش 8 نفر از اون بدوی‌ها رو گروگان میگیرن، بعدش هم بدوی‌ها تلافی میکنن و 8 نفر از دو روزی‌ها رو میدزدن. این رفت و برگشت گروگانگیری تا 12 جولای ادامه پیدا میکنه، اما تلاش مردم برای ختم دعوا نتیجه نمیده. سیزده جولای اوضاع جدی‌تر میشه. مذاکرات شکست میخوره و درگیری‌های مسلحانه بین اشایر بدوی و نیروهای دوروزی در سویدا آغاز میشه. تو این درگیری‌های اولیه حدود 30 نفر کشته و 100 نفر زخمی میشن. 14 جولای ارتش سوریه و نیروهای وزارت کشور وارد منطقه میشن، اما شک و تردید بین دوروزی‌ها و حتی اسرائیل به وجود میاد. خیلی‌ها باور داشتن که دولت داره طرف بدوی‌ها رو میگیره تا دوروزی‌ها رو از منطقه بیرون کنه. چیزی شبیه پاکسازی قومی. نیروهای ارتش وقتی وارد سویدا میشن توسط نیروهای مسلح دوروزی کمین میخورن، 10 سرباز سوری اعدام میشن و فیلمش هم منتشر میشه. 8 نفر دیگه هم ناپدید شدن که احتمالاً اونا رو هم کشتن. اسرائیل هم بیکار نمیمونه و ستونهای نظامی سوریه‌ای که از دمشق به سمت سویدا میرفتن رو با پهپاد و جنگنده میزنه. هدف چی بود؟ بیشتر خودروهای وزارت کشور و نیروهای دولتی. ظهر 15 جولای یه آتش‌بس اعلام میشه، ولی فقط نیم ساعت بعد حکمت هجری یکی از رهبران مذهبی دوروزی‌ها دستور ادامه جنگ رو میده. اسرائیل هم به بمباراناش ادامه میده. محمد جولانی رئیس جمهور فعلی سوریه میگه هر کسی مرتکب جنایت بشه باید پاسخگو باشه. فرقی هم نداره به کدوم گروه تعلق داره. خیلی از دوروزی‌هایی که دارن با دولت می‌جنگن عضو شورای نظامی سویدان. این گروه بعد از سقوط اسد شکل گرفته و گفته میشه بعضی از رهبرانش قبلا فرمانده‌های نظامی ارتش اسد بودن. حتی برخی منابع میگن با اسرائیل هم ارتباط دارن. توی پرچماشون نماد ستاره داوود هم دیده میشه. اسرائیل دیروز دوباره به وزارت دفاع سوریه، کاخ ریاست جمهوری و چند پایگاه نظامی حمله کرده. برای دومین بار در 24 ساعت آتش‌بس اعلام شد، اما باز هم حکمت هجری قبول نکرد. این بار بیشتر رهبران دوروزی موافق آتش‌بس بودند، ولی او مخالفت کرد. آمریکا و ترکیه دارن سعی میکنن آتش‌بس جدی‌تری ترتیب بدن، اما هنوز قابل اطمینان نیست. چارلز لستر تحلیلگر مشهور میگه اوضاع از زمان اعلام آتش‌بس بدتر شده. نیروهای دوروزی برگشتن به مناطق قبلی و دوباره کشتار و کوچ اجباری بدوی‌ها آغاز شده. ویدیوهای زیادی از کشته شدن مردان و زنان و بچه‌ها در مناطق بدوینشین منتشر شده. کیفیت پایینن اما فاجعه بارن. هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این جنایت هاست. رئیس جمهور سوریه توی سخنرانی شبانه‌اش گفت اسرائیل از زمان سقوط رژیم قبلی دنبال تجزیه سوریه بوده. گفت سوریه محل آزمایش توطئه‌های خارجی نیست و ملت باید روی ساخت کشور تمرکز کنه. تاکید کرد که دولت با همه ظرفیتش وارد عمل شده تا جلوی جنگ داخلی در سویدا رو بگیره.
الان دو جناح در دوروزی ها داریم، یکی مثل لیالو که از آتش‌بس حمایت میکنن و میخوان با دولت مرکزی کنار بیان و جناح دیگه مثل حکمت هجری که دنبال حمایت اسرائیل. این جناح دوم میگه اسرائیل باید مسیر امن برای مردمشون فراهم کنه. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت ما دو خط قرمز داریم. اول غیر نظامی سازی جنوب دمشق، دوم حمایت از دوروزی ها. و چون دولت سوریه اینا رو نقض کرده، ارتش اسرائیل وارد عمل شده. اما بعضی تحلیلگرها معتقدند هدف واقعی اسرائیل جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره دولت سوریه است، نه حمایت از دوروزی ها. درگیری ها هنوز ادامه داره و به نظر نمیرسه به این زودی ها تموم بشه. شکاف بین گروه ها، مداخله خارجی و بی‌اعتمادی کامل سویدا رو به یک نقطه جوش تبدیل کرد. اگر تا اینجا همراه بودیم ممنونیم ازتون. حتما نظراتتون رو تو کامنت بگید. کانال رو دنبال کنید و تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.